زیباگی رو بین این طبیعت رو بینا بیا مانه کاکف میگنی آدم یه هوا رو بگو همین جا بگو به همین طبیعت زیبا رو تماشا کنیستم یه چیز نیادم زد باور کنه اگر همونجا خندیده آمده است شیخ گمان خنده موقع تو کم میخندی گوش که جوره یک جوان مرده زنش دو جان میشوه حامله دار وقتی ساعتش توغری میآید جوره تولد خونهش میبره به همین راه یکی زنک میگرده سینی شوش میگه که مردک میگه لبای با فکرم همین فرزندی ما سیاه پوست میشوه و مردک حیران میشوه میگه زنک دیوانه تو چی؟ برای چی سیاه پوست میشنه؟ آخه میگه ای خونه برآمدن ده ای پیشمون میگه یا پیشکی سیاه گذاشت توبه کردم این مردک کرشی چی میکنه خیزانش هم میاره در تولد خونه جا جا میکنه خشرون میمونه بعد خونه میروه جوره ما باشی اتا او چش سادگی هم پدر و مادرش بعد میگه چوکای ایچی میگه بردم جا جاش کم میگه پیر کمپیر با فکرم همین فرزندی ما سیاه‌پوست میآید میگه بچه‌ش میگه وای کمپیر مسافر میترسن اجوش یک برا میزنن میخیزن میگه بچه‌م چی با سیاه‌پوست میآمده میگه اوخی وقتی رفتن زنک میگه که ای پیشمون میگه یک گربه سیاه گذاشت که توبه کم خیلی چی گذاشت مسافر نگاه میکنه میگه زنک وقتی که تو جان بودی من ترا تولد خانه میبردم مبادا ای پیش ما یگان خر نگذاشته بود حالا که ایلت بید ما ده الهام اومد یک تا دیگه با ما نخواهد ملک یک دختر در سایت در این طریق قد یک بچه شناس میشه و چخ دورا همین وقته که اوتاش ببیا اوتای دختر ببینه که دختر قطعی هم کردم چخ کریزده با میگه که این که میگه دختر قطعی هم زیستی میگه قطعی هم بچه شناس شدم مانا وخوری دعوت کریزده اوتا من پیش همون بچه روم یا نروم پدرش میگه باید پدر گشه میگه که نه دخترم نرم میگه برای چی در که حیاتو بچه تو میسوزونی چه؟ پنسمان که بابا؟ چه؟ پنسمان نفهمیده استم شما از بینه نمیفهمم بلند گو بابا دستمان که آن نه 5 سامان گفتی کو؟ جوره گفت گوش کن 2 روز پس دیگه این طبیعت گل میکنه اینا بینه باور میکنین بهارم نزدیک اومده خیلی چلای خوردگه ای پشتش بهاره هیچ گپ نداره اگر خون کم کنه اون طرفش دیگه بخیره اینجا بعد انا اون وقتی گل دا بیاد انا بعد تماشا کنم بیا گلریز میشه سیما میبینی شفتورا میبینی یا روز جوره یا بگه شما یک افندی قطی زنش خواه قطی زنش خواه یک زنش میگه افندی را بدار میکنه خیز میگه یک خاموشک میگه من روز نداده ساده است ایسو میگرده میگه اوسو میگرده میگه بخیز همون خاموشک کش افندی را میگه زنش میگه افندی را افندی میگرده سینی زنش میگه که سنا گپا گوش کن تا همون چراغ گیریان کو همون خاموشکی تربینه تلخش میکفه در جاش میبره
تو فرقی حالا که باید دیگه خا اگه افغانی بادشاه مغازی روی میکنه سوپرمارکت خیلی مغازی کلون میدونه که همه کامera زدگی یا که دام کامera خودش میبینه بدر تلفن میکنه اوتاش بگه اوتا همون تلویزیون هم منو میبینی